بچه ها میترسن برم خود اینجا رو نگاه کنید. یو واتساپ این با آریامه یعنی از این بچه رو داریم میگیم میپاسخانی گاوی آرزا بدون ری بدون قرار مسیر مرگ رو برفیم امیدوارم که زنده برگردیم. خب قارچه دیگه قارچ اینجا چه در اومده؟ نشون بده ببینم. اوه قارچ علیزاده سلام. ای باز درش پشمو کسی هست یه کارپیت علیزاده انداخت تو روشن نشد. خب بچه اینجا یه نردبون داره بچه هم موتر میتون اکسیژن مشکل نداره. وات؟ بچه ها علیزاده کارپیت انداخت همه رفتن. آجی بیاین اینجا بیاین اینجا بچه پشمام بچه ها بزنیم بریم اتاق رو ببینیم دانش نمیدونم چی نمیدونم چی نشه. بچه ها اگه میتونید بخونید خونه ریخت با کارپیت علیزاده چی دشویی یا حضرت اینجا دشویی بچه ها میرینن. بچه ها یه موقع کسی نیاد کسی بیاد یه دونه با مشتای ورزشکاری میزنم تو گلش. الان میام بذار بچه ها اینجا یه حفره است. من همه باید ترسیدم هست. یا حضرت عباس ببینیم بچه ها چی میگن. پشمریزون حاجی واو می گاد چه بوی دودی گرفت نمیدانم. اوه اینجور نگاه چشم تک چشم پشمان چیشی یه بار دیگه بگو. من از تیش باوری آنجا محبت جستجو کردم. ای بیناموس گفت آدم. بچه ها بریم بالا طبقه دوم بریم. تو یکی لاغر اول بره بچه این طبقه دومه. اوه حاجی بالا کلا نقاشیه. بیا از همینجا ببین. اول یکی سبک بره. آریام تو اول میری؟ شوهر یکی دست میگن حاجی آریام جرأت داری ها. آچه تکی تکی بریم. بچه بریم بالا مطمئنی؟ بریم. یا حضرت عباس صدا پا شنیدم بهتره که برم. اوه بچه ها میترسن برم خود اینجا رو نگاه کنید. آقا یه دونه چیزم داره. اگه اون ندون چوبیه رو بیارم تو برو بیار. چقدر رو دیوار چیز میزنشته باجی. اوه اینجا عیسی مسیح کشیدن. عیسی یه چیزی رو قرار میدن ببین بالا سرش نه بالا سرش رو ببین بچه ها. چی؟ آرمین 20 ساله. آرم ایکس باکس هم اینجا زدن. اتاق وحشت. اتاق وحشت. خیلی قشنگه. آقا این میفته آوره 1393. او ورود به این اتاق ممنوع. حاجی هموم اینجاست. آقا ورود به این اتاق ممنوعه بیان. بچه ها انگار اینجا خونه. خونه چه دوتا لیله هستن. اوه بچه آقا نکن دیگه بره. اینجا
اینجا داداش نمیدونم سیگاری نکش نه چیزایی نوشته که باب اسفنجی اینجا کشیدن جذابه. زندگی زندان سرد آرزوهاست. اینجا پرنده فکر کن اینو شب بیای آی ترسی اینقدر ترسیش گوشیش داشت بیافتاد. ورود به این اتاق همونی که با هم دیگه رفتیم اتاق چی میگی؟ چی میگی؟ سوت زد توهمی هم صدا پا رو شنیدی؟ بچه این کاری نشون آن ترک پریز که توش از ما رفت آنچنان که نمیفهمم بچه واقعا عجیب و برگشتش رو بهتون الان بهت میگم برگشتش رو حمام ارواح بچه ها این که توش رفتیم حمام ارواحه. آجی این اینجا اتاق جنی آجی اینو دیدی مدی؟ این پشمام چه خوشگل کشیده. اینا رو نگاه اینجا پشمام اینا رو اینجا نگاه چی رو کشیده باشی؟ اونو حالا چطور؟ پشمام اینجا میشه تمام کیرش بود. تمام اینجا میشه چی؟ کجا کیر کشیده؟ کیر چیه بابا این میگه حتی اونجا مثلا اصلا این واسه چیه من اینجا معلوم سیمان تازه ایه خب چون اینجا رای مخفی بوده و سیمانش تازه است. رای مخفی میرفت شیرگونی بابا شاید مثلا یه جوری به رای پایین داشتش یه جایی نه. خب بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه دیگه. دوستتون دارم دیگه بچه‌ها واقعا حتی یه بارم پیش نرفتم و واقعا هیچ قصدی تو این کار ندارم شما بودین اینا و مرسی که این ویدیو رو دیدید بچه‌ها حمایت داشتین نره که دوستتون دارم دیگه. خداحافظ. ماشی شما خوب نیست ولی خوب